آقا سلام خدمت دوستان. قبل شروع ویدیو یه آهنگی داره که میگه آدم تو محدودیت ها ستاره میشن. خواستم بگم اومدم تو محدودیت ها ستاره شم، به جاش دهنم گاییده شد تا این ویدیو رو براتون گرفتم. خدا وکیل نگاه با چه وضعیتی تو چه کثافتی فیلم برداری میکردم. دوربین از اون موقع اون بالا بوده، براتون داشتم فیلم میگرفتم. یا لایک این بغل رو میکنین یا من شما رو میکشم. خب باندل جدیدم شامل مادربرد و سی پی یو و رمه. این یه رم رو باندل اضاف داره. با هم رم هم شروع کنیم به نظرم که XPG و خب چیز خاصی هم نداره، یه هیت سینک ساده و مشکی. البته اینجا متشکرم از دوربین و اون اوضاع کثافت که فوکوس نکرد. رم 16 گیگ 3600 CL1820 و با یه قیمت شکار 12.5 خریداری شد. بریم سراغ سی پی یو. خدایی باکسش هم بزرگه هم خوب درشته، انتظار نداشتم اینجوری باشه از نزدیک. شکیل هم هست، بسته بندیش به نسبت خلاقیت توش به خرج دادن. باز میکنیم توش یه فن کاتکولفت و خدایی خوب سنگینم هست. یه فن کاتکولفت گذاشتن که مال خود AMD از نزدیک خیلی کاتکولفت‌تر و سنگین‌تر از ویدیوهاشه. خمیر سیلیکونای روش هم پاک نشده. فن رو میذاریم سر جاش، بقیه جا رو به کثافت نکشه. یه باکس کوچیک این بغلش داره که جای سی پی یو بوده، منتها سی پی یو الان توش نیست، روی مادربرده. و خب یه برچسب AMD ساده هم داره، چیزی دیگه هم تو کارتونش نیست. آقا ما هرچی به این زید میدا گفتیم عروس ننم میشی عروس ننم میشی، گفتن نه ناز کردن. منم رفتم برای خودم یه عروس گرفتم ته کار دیگه. این بعد هر شب باش عشق بازی میکنم. بریم عروسمو نشونتون بدم، عشق کنین، به چشم خواهری نگاش کنین. خدا وکیلی راضی نیستم. فعلا عروسو میذاریم کنار، بره برای شب اول با هم بودنمون آماده شه. میریم سراغ محتویات توش. یه دفترچه شکیل و شیک داره، روشم برق میزنه، توشم چرت و پرتای همیشگی و نوشته، ولی آخرش جای یادداشت داره. جالب بود، من تو دفترچه بقیه بردا ندیده بودم اینو، شایدم دقت نکرده بودم. CD، یه دفترچه دیگه که چیز دیگه هم نداشت، کارت گارانتی که تموم شده و اصل کار. شما ببین این بیفانوس اومده تا کجا رو فکر کرده، اومده برچسب گذاشته که برداری چیکار کنی؟ برداری بکنی تو کولت؟ نه، برداری بچسبونی روی کابلای ساتات. رنگاورنگ گذاشته که اگر تعداد هارد درایوات زیاده هر کدوم رو بدونه بزنی بدونی کدوم یکی به کدوم ساتات وصله. و SSD و HDD رو هم از هم جدا کرده. خلاقیتش انصافا منو کش. این چیه؟ احتمالا توش موزه. ببینیم. اوه چی موز درشتی حاجی، ولش کن بیخیال. یه دونه پلاستیک دیگه داره توش، بسته کمربندی مشکی و پیچ میچای مادربرد و پیچای نصب فنه. یه کابل ساتا که برای خود برند گیگاه و توی جعبس و چیز خاص اضافی هم نداره. یه کابل عجیب غریب دیگه هم داره که فکر میکنم مال RGB چیزی باشه. من زیاد اهل RGB اینا نیستم، سر در نمیارم، ولی کابل عجیب غریب و جالبیه. حالا اگر کسی میدونه این مال چیه بهم بگه. چیز جالبی به نظر میرسه، باید انگولش کنم ببینم به کدوم سوراخ میخوره. یه کابل ساتای دیگه و امضای کار. اینو بگیر برقو ببین. خدا وکیلی از نزدیک خیلی خوشگل تر از فیلمه، یعنی با لب و دهنت بازی میکنه. ببین چیکار کرد، اصلا شاهکار. چیزی که واقعا سورپرایزم کرد این بود، تو کارتون که دیگه چیزی نداره، کسی برامون نریده، ولی شما اینو بگیر. یعنی یه برند خلاقیتش اینجاها نمایش داده میشه. اومده برای دور کابلاتون حالت بیلک و بست و نمیدونم چی صداش میکنین، هر کوفتی که صداش میکنین درست کرده. شما کابلو بذارین وسط، از این ور با این بنده ببندیش، بعد اون عروس روبروش
تو کیس خودنمایی کنه، یعنی بخوره تو چش مردم، کورشون کنه اینجوری. واقعا قشنگه. این از همهشون بیشتر بهم حال داد. خب بریم سراغ مادربرد. بریم که هنر دست برادران دولموشی رو با هم نگاه کنیم. دیگر چیزی درست کردن، خدا و وکیلی دمشون گرم. انصافا چیز حقیه. عروسه خوب کت کلفته، مثل کت کلفتم دوست داره. لامصب تو کاردون خودش به بغلاش گیر میکنه انقدر کت کلفته. بستش هم شکیله، خدایی شکیله. مادربرد همه چی داره، همه چی داره. هیتسینگ داره. این هیتسینگ روی چیپش یه چیز جالبی که داره، 2 لایه است، یعنی یکی روه یکی زیره. بین اونها یک لایه زیر رو به اون ور رده. 2 لایه است. این قسمتش جالبه. PCIاش اوکی، میزون همه دورش فریم فلزی کار کرده، خوشگل. از دور خیلی قشنگه، شبش خیلی قشنگه. این تیکه یه چیزی داره که نمیدونم چیه، باید کرمش بریزم ببینم چیه. یه حالت چراغ مانند و بکلایتی هم اونور دیده میشه که البته کف مادربرد بکلایت زیاد داره. همونو مستقیم بیایم اینور ساتوهاش یه تعداد زیادی، فکر می‌کنم دوربر 10 تاه. و اینجا این که مشخص نیست چیه، روبرو هم ببینینش. اینو باید مادربرد رو روشن کنم بهتون نشون بدم که توی ویدیوهای بعدی حتما نشون میدم ببینین چی هست. بین رماش هم 3 تا بیلبیلک سفید گذاشته، اونا هم باید مادربرد رو روشن کنم ببینین چیه، که این وسط های برد و زیر PCI ها همه جا هست. یه هیتسینک کت کلوف رو ویارمشه، از این ور روی سوکتاش هیتسینک داره، بالای مدار تغذیه‌اش هیتسینک داره که نشون میدم، اما به علت کیفیت بالای فیلم برداری دیده نمیشه. نصف برد از کادر خارجه، آدم تو محدودیت ها ستاره میشه. USB هر کدوم یه رنگ و رنگ زده. اینجا یه دونه USB داره، یه دونه تایپ C داره که خیلی خوبه، لنش 2.5 گیگه. بقیه خرت و پرت داشتن دیگه، شبیه بقیه مادربرد هستم، چیز خاص دیگه ای نداره که بخوام بگم اینش خاصه یا نه. CPU Ryzen 5 2600X، البته فعلا اینه، حالا ارتقا داده میشه. چیز دیگه ای هم نموند. پستای کانال رو نگاه کنید، من و عروسمو دعا کنید. تا درودی دیگر، بدرود. راستی این عروس من خیلی تو چشایی قاب کیس مشتی سراغ دارین، پیشنهاد بدین حتما من یه دونه بگیرم اینو ببندم تو اون، چون خیلی تو چشه اینجوری معذبم، ناراحتم کسی عروسمو چپ چپ نگاه کنه. بدرود.